امروز روز عیده. 2-3 ساله که عید افغانستان به خون کشیده میشه. مردم بیچاره افغانستان خصوصا در سیورچی هر سال در روز عید به خون موجش. عید یعنی عود زخم قلب ما بیچارگان. عید یعنی ناله های دلخراش مادران. عید یعنی روز غم بر کودکان بی پدر. عید یعنی روز غم بر کودکان بی پدر، یا به داخل یا به خارج، بی کس و بی آبمان. بار الها آن مظلوم از چه رو شد بی اثر، تا وقتی هر سال باشد عید مردم خون چکان. ای خدایا عید عود است، عود مهدی را رسان. ای خدایا عید عود است، عود مهدی را رسان. ملت مظلوم را نه غلام ندید از مایا ملت مظلوم کن آزاد. مظلوم کن آزاد ز جهال زمان.